الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. و معتقدیم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و پیامبر برگزیده الله و رسول پسندیده اوست و رسوله المرتضى و انه خاتم الانبیاء و امام الاتقیاء و سید المرسلین و حبیب رب العالمین. و معتقدیم که ایشان خاتم پیامبران و پیشوای پرهیزگاران و سرور رسولان و محبوب پروردگار جهانیان است. و کل دعوى النبوة بعده فغی و هوى. و هر گونه ادعای پیامبری پس از نبوت ایشان گمراهی و هواپرستی است. و هو المبعوث الى عامة الجن و کافة الورى بالحق والهدى و بالنور والضیاء. و ایشان با حق و هدایت و نور و روشنایی به سوی عموم جنها و تمام انسانها مبعوث گشته است. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما بینندگان عزیز بودم، مطالبی را که امام طحاوی رحمت الله علیه در قالب ایمان به الله متعال و آخرین نقطه ای را که درباره تقدیر بود خدمت شما عزیزان توضیح دادم. در ادامه اون مطالب و بعد از ذکر توحید الله متعال، امام طحاوی بحث نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را مطرح کرده و می‌فرماید که و ان محمدا عبده المصطفى و نبیه المجتبى و رسوله المرتضى و انه خاتم الانبیاء. همان گونه که امام طحاوی رحمت الله علیه در ابتدای کتاب فرموده بود که و نقول فی توحید الله تعالی معتقدین ان الله واحد لا شریک له، بعد از آن این مطلب را بیان می کند، گویا که همان مطلب را دوباره تکرار کرده که ما در این مورد معتقدیم که ان محمدا عبده المصطفى، که محمد صلی الله علیه و سلم بنده برگزیده و منتخب الله متعال هست. آن چیزی که در اینجا امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کرده و وصفی را که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده بندگی هست و می فرماید که ان محمدا عبده المصطفى، محمد بنده برگزیده الله متعال هست و این مقام عبدیت و جایگاه و منزلت بندگی
بالاترین جایگاهی هست که یک انسان مسلمان میتواند به اون جایگاه برسد و کمال بندگی و کمال انسان در این هست که عبودیتش را برای الله متعال کامل بکند، یعنی بنده کامل و 100% الله متعال باشد. و این صفت بندگی یکی از صفات بسیار پسندیده و محبوب نزد الله متعال هست و بالاترین مقامی هست که انسان میتواند به اون مقام دست پیدا بکند. به این خاطر میبینیم که الله متعال بنده اش را، رسول الله صلی الله علیه و سلم را، در بالاترین مقامها و در اوج عزت و کرامت وقتی که ایشان را نام میبرد و ذکری به میان میآورد از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون هم در سفر معراج، اسراء و معراج، میبینیم که در آنجا هم خداوند متعال همین صفت را و این ویژگی را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میفرماید و میگوید که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ستوده هست، پاک هست آن ذاتی که بنده‌اش را شبانه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی برد. در این مقام والا و در آن منزلت و قربی که در آن هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش پروردگارش داشت، الله متعال همین صفت را ذکر کرده که سبحان الذی اسری بعبده، پاک از آن کسی که بنده‌اش را به آسمان برد و از مسجد الحرام به مسجد الاقصی منتقل کرد. در جای دیگر مثلا میخونیم در سوره بقره در آیه 23 خداوند متعال میفرماید که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر شما شک دارید، تردید دارید در قرآنی که ما بر بنده خودمان نازل کردیم، در اینجا هم صفتی را که الله متعال انتخاب کرده برای رسول الله صلی الله علیه و سلم همین صفت بندگی و عبودیت هست. یا مثلا در سوره نجم آیه 10 میخوانیم که الله متعال میفرماید فاوحى الی عبده ما اوحى. الله متعال به بنده اش وحی فرمود و وحی کرد به بنده برگزیده اش. پس بنابراین این مقام بندگی و مقام عبودیت بالاترین مقامی هست که انسانی میتواند به آن مقام برسد و بالاترین و بهترین مقامی هست که الله متعال انسانهای برگزیده را به این نام و با این مقام ستوده است که برترین انسانها سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در برترین حالات و در بهترین مقامات وقتی که الله متعال ایشان را می ستاید این لفظ عبد را و اصطلاح عبد را برای بنده برگزیدهش انتخاب کرده و اون را این چنین می ستاید که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام. در آیات قرآن این گونه می بینیم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نگاه میکنیم خود رسول الله صلی الله علیه و سلم افتخار میکنند به همین مقام عبدیت، به همین مقام انسانیت که بالاترین درجه اش و کاملترین درجه اش همان عبودیت پروردگار متعال هست. به طور مثال در حدیثی که در مورد قیامت هست، زمانی که تمامی انسانها میروند در نزد تمام پیامبران یکی بعد از دیگری میروند که برایشان شفاعت بکند و نهایتا میرسند به حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی در جواب اونها میگوید که اذهبوا الی محمد، شما بروید پیش محمد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، زیرا که محمد بنده برگزیده‌ای هست که الله متعال تمامی گناهانش را معاف کرده. این روایت را در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده. یا در جای دیگر میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم امتش را راهنمایی میفرماید
و توصیه می کند به امتیانش و پیروان خودش که و می فرماید لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مرا نستایید مانند ستایشی که از جانب نصارا حضرت عیسی ابن مریم را ستودند. آنگونه که نصارا در مورد پیامبران خودشون، در مورد حضرت عیسی علیه السلام افراط کردند در تعریف حضرت عیسی و غلو کردند در مورد توصیف پیامبرشون، شما در مورد من به این اندازه نباید غلو و افراط بکنید و زیاده روی بکنید. و بالاترین مقامی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خودش انتخاب کرده این است که در این حدیث می‌فرماید که فانما انا عبد، من بنده هستم، من فقط و فقط بنده الله متعال هستم. پس بنابراین در تعریف من و در ستایش من هنگامی که مرا مدح و ثنا میکنید مانند نصارا و مسیحا نباشید که در مورد پیامبرشون حضرت مسیح غلو کردند و افراط کردند. فانما انا عبد، همانا من بنده الله هستم، من بنده بیش نیستم. فقولوا عبد الله و رسوله، شما در تعریف و توصیف من بگویی که عبدالله و رسول الله، یعنی بنده الله و رسول و پیامبر الله متعال. این حدیث در صحیح بخاری هست، شماره 3445. و یک از صفاتی را که امام طحاوی رحمت الله علیه در این کتاب ذکر کرده برای رسول الله صلی الله علیه وسلم این است که فرمودند و ان محمدا عبده المصطفى، که محمد بنده برگزیده الله متعال هست. یعنی این که الله متعال محمد صلی الله علیه و سلم را به این مقام برگزیده و از میان تمام انسانها محمد را انتخاب کرده. زیرا که در قرآن میخوانیم که الله متعال میفرماید که و ربک یخلق ما یشاء و یختار، پروردگار تو و خالق و آفریدگار تو خلق میکند هر چرا که میخواهد و بعد از این که مخلوقات را آفرید و خلق کرد از میان مخلوقاتش برخی را انتخاب میکند. برخی از زمانها را خداوند متعال انتخاب کرده، برخی از مکانها را الله انتخاب کرده، برخی از انسانها را الله انتخاب کرده. مثلا ماه رمضان را الله انتخاب کرده، بیت الله را، مکه را، مدینه را الله متعال به عنوان حرم انتخاب کرده. برخی از انسانها را به عنوان انسانهای برگزیده الله متعال انتخاب کرده و به آنها نبوت و رسالت داده. یکی از این انسانهایی که الله متعال انتخابش کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، الله متعال انتخاب میکند، برمیگزیند، گزینش میکند از میان فرشتگان، برخی را به عنوان رسول انتخاب میکند، قاصد وحی هستند، و همچنین از میان انسانها هم الله متعال برخی از انسانها را برمیگزیند و انتخاب میکند. و این مطلب را ما در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم سراغ داریم که در حدیث معروفی هست از واصلة ابن الاسقع که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله اصطفى کنانة من ولد اسماعیل، الله متعال کنانه را، قبیله کنانه را از اولاد اسماعیل برگزیده. ما میدانیم که الله متعال از میان اهل زمان و از میان تمام انسانها حضرت ابراهیم علیه السلام را و فرزندانش را برگزید و از میان فرزندان ابراهیم و اسماعیل علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که الله متعال قبیله کنانه را برگزیده و اصطفى قریشا من کنانه، و از میان تمامی تیره های قبیله کنانه الله متعال قبیله قریش را انتخاب کرده. و اصطفى من قریش بنی هاشم، و از میان قبیله قریش تیره بنی هاشم را الله متعال انتخاب کرد و برگزید. و در آخر می‌فرماید و اصطفانی من هاشم، و مرا از بنی هاشم الله متعال انتخاب کرده. این روایت در صحیح مسلم هست و حدیث صحیح هست که الله متعال هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را برگزید، این یک گزینشی هست در اعماق تاریخ.
چندین گزینش انجام شده که و نهایت تمام گزینش ها و آخرین انتخاب از این انتخاب ها رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از میان تمام فرزندان ابراهیم اسماعیل برگزیده شده و از میان فرزندان اسماعیل قبیله بنی کنانه برگزیده و از میان قبیله کنانه الله متعال قریش را انتخاب کرده و از میان قریش بنی هاشم و از میان بنی هاشم الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را انتخاب کرده. پس بنابراین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم انسانی هست برگزیده که الله متعال اون را انتخاب کرده و برگزیده است، به همون گونه که امام طحاوی رحمت الله علیه می فرماید که و ان محمدا عبده المصطفى، که محمد بنده برگزیده الله متعال است، هم عبد هست بنده الله متعال هست. ما فراتر از این رسول الله صلی الله علیه وسلم را صفتی که خودش راضی نبوده به آن با اون صفات نمی ستاییم، بلکه همون صفتی را که الله برایش انتخاب کرده و شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که مرا با این نام و با این صفت یاد بکنید، اون همین صفت عبدیت هست. پس بنابراین محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله هست و رسول الله هست و رسول برگزیده و بنده برگزیده الله متعال هست. و در ادامه می فرماید و نبیه المجتبی و رسوله المرتضی، و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر برگزیده و رسول محبوب و قابل پسند و پسند شده الله متعال هست. تمامی این معانی شبیه به هم و نزدیک به هم هستند، هم المصطفى، المجتبی، المرتضی، همه اینها به معنی انسانی هستند که برگزیده شده و انتخاب شده. پس بنابراین سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده الله متعال هست، مصطفی هست و مجتبی هست و مرتضی هست، به معنی این که الله متعال این انسان را از میان تمامی انسانها به عنوان بنده برتر و بنده برگزیدهش انتخاب کرده و این صفات را در قرآن برای رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب کرده. انشاءالله بعد از مشاهده کردن یک میان برنامه کوتاه باز هم در خدمت شما خواهم بود و مطالبی دیگر را در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قد سار في درب النبي صحب وأشراف. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه یکی از شما خواست غذا بخورد با دست راست بخورد و هنگامی که خواست چیزی بنوشد با دست راست بنوشد، زیرا که شیطان با دست چپ میخورد و میآشامد. نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قد سار في درب النبي صحب وأشراف. به این مطلب رسیدیم که علامه طحاوی رحمت الله علیه فرمودند که و ان محمدا عبده المصطفى و نبیه المجتبى و رسوله المرتضى. گفتیم که این واژه های المصطفى و المجتبى و المرتضى معنی یکسان و نزدیک به همی دارند و تمام این واژه ها به معنی برگزیدن هست، یعنی این که رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانی برگزیده و منتخب هستند. و اصطلاح دیگری رو که در اینجا ذکر کرده یکی هست نبیه المجتبی و بعد از آن میفرماید و رسوله المرتضی. نبی و رسول دو اصطلاح متفاوت هستند که از نظر معنی با همدیگر متفاوتند
و تفاوت‌هایی را که علما در این مورد ذکر کردن بسیار زیاد و طولانی هستند. یکی از معروفترین تفاوت‌هایی که در میان اصطلاح نبی و رسول ذکر شده این هست که اصل کلمه نبی از نبع گرفته شده، یعنی اون کسی که به اون خبر داده شده، یعنی از جانب الله متعال به اون خبرهایی میرسد و وحی بر اون صورت میگیرد. و رسول به از رسل هست به معنی فرستادن، یعنی رسول یعنی شخصی که فرستاده شده و مبعوث شده، یعنی به رسول وظیفه داده شده و این رسالت بر دوشش گذاشته شده که یک مطلبی را برای دیگران ببرد، ابلاغ بکند. به این خاطر هست که برخی از علما در تفاوت میان نبی و رسول این نکته را ذکر کردند که نبی اون کسی هست که به اون وحی شده اما مأمور به ابلاغ وحی نیست، یا به تعبیر دیگر و یا وجه دیگر این است که نبی میتواند بر ادیان گذشته و بر شریعت گذشته عمل بکند و از جانب الله متعال شریعتی جداگانه برای اون نازل نشده، اما رسول یک مقامی بالاتر هست و یک درجه‌ای بالاتر هست، به معنی این که رسول اون کسی هست که هم بر اون وحی می شود و هم مأمور ابلاغ هست و هم یک شریعت و یک دین جدیدی را الله متعال به اون ابلاغ کرده. پس بنابراین به این نتیجه می رسیم که هر رسولی، یعنی از نظر اصطلاح تمامی رسول و تمامی رسولان الله متعال نبی هم هستند، اما تمام انبیا رسول نیستند و واژه رسول یک واژه گسترده تر و یک مفهوم بیشتری رو دارد از اون چیزی که تنها کلمه نبی اون مفهوم را دارد. امام طحاوی رحمت الله علیه در ادامه می‌فرماید که و انه خاتم الانبیا، یکی دیگر از ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم را این بیان کرده که محمد صلی الله علیه و سلم خاتم پیامبران هست، آخرین و واپسین پیامبری هست که الله متعال او را انتخاب کرده و برگزیده و برای هدایت بشریت اون را مبعوث کرده. در سوره احزاب الله متعال در آیه 40 می‌فرماید که ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد پدر هیچ کسی از شما نیست، اما محمد رسول خداست، فرستاده الله متعال هست و خاتم پیامبران هست که با آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبران الهی در واقع ختم شدند و تمام شدند. و این عقیده اهل سنت و الجماعت و عقیده تمامی مسلمانان هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر برگزیده و مبعوث شده از جانب الله متعال هست. در روایتی دیگر هست که در صحیح بخاری و در صحیح مسلم هر دو تا این روایت آمده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که مثال من و مثال انبیاء قبلی، میخواد بگونه یک مثال و در قالب یک مثال جایگاه خودش را و جایگاهی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم داشتند که ختم نبوت بود، پایان بخش پیامبران بودند رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون را این گونه بیان میفرماید که مثال من و مثال پیامبران قبلی این گونه هست که یک انسانی قصری را و یک ساختمانی را ساخته و کاملش کرده، بجز این که در یک قسمت این ساختمان یک خشتی کم هست و ناقص هست. هر کسی که می آید و نگاه می کند می بیند که این ساختمان و این بنا بسیار زیبا هست، بسیار جالب هست، منتها این یک گوشش یک خشتی کم دارد. کاش که این خشت را در اینجا می گذاشتند که این ساختمان دیگر هیچ عیب و ایرادی را نداشت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که من اون خشت آخرین هستم در این ساختمان نبوت و در این اصل نبوت و در این سلسله ارسال و بعثت پیامبران خداوند متعال. من آخرین پیامبر هستم، به مثابه و مانند آخرین خشتی هستم که در این ساختمان و در این بنای مستحکم و کامل قرار گرفته. پس بنابراین بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچ گونه پیامبری دیگر مبعوث نمی شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که انا سددت موضع اللبنه،
لبنه، من جای اون خشت را و جای اون آجر را من پر کردم. ختم بی البنیان و ختم بی الرسل، توسط من و با مبعوث شدن من این ساختمان کامل شد و توسط من الله متعال با ارسال من الله متعال پیامبران را خاتمه بخشیده و بعد از من دیگه پیامبری مبعوث نخواهد شد. و در جای دیگر رسول خدا صلی الله علیه وسلم تأکید می کند همین مطلب را و معنی را در قالب کلمات دیگر بیان می کند و می فرماید که ان لی اسماء، من نامه‌های زیادی را دارم. و ما معتقد به این هستیم اهل سنت و الجماعت که رسول خدا صلی الله علیه وسلم نامه‌های متفاوتی را دارند. بین جمله اون چیزی که در این حدیث متفق علیه که بخاری و مسلم هر دو روایت کردن، این اسما که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شده، ما معتقد به این هستیم که این اسما و نامه‌هایی که در احادیث صحیح برای رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست، این احادیث را ما قبول داریم و این نامه‌ها را برای رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت می‌دانیم. در این حدیث چند نام را برای رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کرده. می‌فرماید ان لی اسماء، من نامه‌هایی را دارم، و انا محمد و انا احمد و انا الماحی یمحو الله بی الکفر، من محمد هستم که نام اصلی رسول الله هست، من احمد هستم، من ماحی هستم یعنی محو کننده که الله متعال توسط من کفر را محو و نابود می کند، و انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی، من اون حاشر هستم که مردم توسط من و در کنار پای من حشر می شوند و آخرین نفر هستم من. و در ادامه می‌فرماید و انا العاقب، من عاقب هستم، یکی از نامه‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم و پنجمین نامی که در این حدیث برای رسول الله بیان شده. و انا العاقب، من عاقب هستم. به چه معنی؟ به این معنی و در ادامه می‌فرماید والعاقب الذي ليس بعده نبی، و عاقب اون کسی هست که بعد از اون پیامبری دیگر برگزیده نمی شود و پیامبری دیگر نخواهد آمد. پس بنابراین یکی از نامه‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم عاقب هست و به معنی این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر هستند که بعد از ایشان پیامبری دیگر مبعوث نمی شود. در حدیثی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر دادند که بعد از من متنبئین دروغینی خواهند آمد، کسانی خواهند آمد که به دروغ ادعای نبوت و پیامبری میکنند، اما تمام آنها دروغ میگویند و من آخرین پیامبر هستند. در حدیثی که در صحیح مسلم روایت شده، امام مسلم اون را ذکر کرده، این گونه آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که و انه سیکون فی امتی 30 کذابون، در میان امت من 30 نفر کذاب خواهند آمد که کلهم یزعم انه نبی، تمام این افراد ادعا می کنند و گمان می کنند که پیامبر هستند از جانب الله متعال. و در ادامه می فرماید و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، و بدانید که من آخرین نبی هستم، من آخرین پیامبر هستم و بعد از من پیامبری دیگر مبعوث نخواهد شد. و این یکی از صفات ویژه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. از من جمله صفاتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشتند تعدادی از صفات و خصوصیت ها و ویژگی هایی بود که الله متعال فقط و فقط به رسول الله صلی الله علیه و سلم عنایت کرده بود. این مطلب را خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه بیان می‌فرماید که فضلت علی الانبیاء بست، من 6 مورد هست که در این موارد بر بقیه انبیا و پیامبران الهی من برتری دارم. اعطیت جوامع الکلم، به من جوامع الکلم داده شده. و نصرت بالرعب، از ابتدای حدیث اعطیت جوامع الکلم، جوامع الکلم به من داده شده. و نصرت بالرعب، و من نصرت شدم و یاری شدم با رعب و وحشت، که رعب از جانب من یک رعب و وحشتی در قلب دشمنان من می افتد. و احلت لی الغنائم، و مال غنیمت برای من حلال شده که برای انبیای قبلی حلال نبود. و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، و زمین برای من مسجد هست و طهور هست، پاک هست، که هر جا مسلمانی میرسد وقت نماز باشد میتواند نماز بخواند و نیازی نیست که در یک جای مخصوص حتما باید قرار بگیرد تا اینکه نمازش روا و جایز باشد. هر جایی که وقت نماز فرا رسید
و بر انسان نماز واجب شد، همونجا میتواند نمازش را بخواند. و نقطه آخر و پایانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند این است که و ارسلت الی الخلق کافه، و یکی دیگر از ویژگی ها این است که من به تمام انسان ها و برای تمام انسان ها مبعوث شدم، یعنی بعثت من یک بعثت همگانی و عمومی هست. و آخرین نقطه میفرماید و ختم بی النبیون، و پیامبران با بعثت من ختم شدند. این حدیث را امام مسلم روایت کرده، در حدیث شماره 523 است. این آیات و روایاتی که من خدمت شما بیان کردم، تمام اینها بیانگر این مطلب هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر بودند و بعد از ایشان پیامبری دیگر مبعوث نمی شود. و اگر بالفرض افرادی بیایند و ادعا بکنند که از جانب الله متعال به اونها وحی شده و این افراد و نبی هستند و پیامبر هستند، قطعا بدانید که این افراد دروغ میگویند و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچ گونه پیامبری دیگر مبعوث نمی شود. پس بنابراین این مطلبی را که امام طحاوی رحمت الله علیه فرمودند که و ان محمدا عبده المصطفى، محمد بنده مصطفی و برگزیده الله هستند، و نبیه المجتبی و رسوله المرتضی، و پیامبر برگزیده و رسول پسند شده و مورد پسند الله متعال هستند، و انه خاتم الانبیاء، که رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم انبیا هستند. تمامی این مطالب و تمامی این نکات از برگرفته از آیات قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و بر من و شما و بر تمام مسلمانان لازم هست که عقیده خودمان را باید تطبیق بدهیم با آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر چیزی و هر موردی که در آیات قرآن از آن ذکری شده و یاد شده و یا در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده، به اون باید معتقد باشیم و جز عقیده ما باید باشد و عقیده ما باید مستند به قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. ان شاء الله تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به خداوند متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.